بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته رضي الله عنهم ورضوا عنه وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا فعال لما يريد، يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك. يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا ما يهمنا من هموم الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدیر وبالإجابة جدیر. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال و با درود بی پایان بر محمد مصطفی علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام و با عرض سلام و ادب به شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حقجویان و منصفان. از خداوند متعال تقاضا دارم که در این ساعتی را که مشرف به خدمتتون هستم، آنچه را که برای اصلاح نفوس و قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند آن را به لطف و مرحمت خودش بر قلب و فکر و زبان این بنده گناهکار جاری نماید و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن خداوند است و بهترین رهنمود نبوی. در شرح سخن خداوند جل جلاله و امن والوه رسیدیم به آیه 27 از سوره مبارکه ابراهیم. اول تلاوت آیه رو بشنویم، بعد از اون ترجمه و تفسیرش را. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. امروز جلسه دوم را میگذرانیم روی آیه شریفه 27 از سوره مبارکه ابراهیم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. خداوند در زندگی دنیا و در آخرت کسانی را که ایمان آورده‌اند بر قول ثابت استوار نگه می دارد.
این قول ثابت چیه؟ این قول ثابت همون وحی عظیمی است که بر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نازل شد، کتاب خداوند عزوجل، همون کتابی که دجالان امام تراش 3 قسمتش کردن، 2 قسمتش رو دادن به یک امام زمانی که هرگز از مادر متولد نشده و یک قسمت دیگری رو که 1/3 دیگری رو هم که مونده قابل فهمش نمیدونن. اما برای مؤمنان، برای موحدان، بر مسلمانان راستین این قول ثابت همون قرآنه، همون توحیده. چیست که انسانو بر دین خدا ثابت قدم نگه میداره؟ کتاب خداوند، وعدهش، وعیدش. چی باعث میشه که شما در زندگی مستقیم بشید در راه راست؟ تقید به کتاب خداوند. ولذا خداوند در سوره فصلت در جزئی از آیه میفرماد ان الذين قالوا ربنا الله، اونهایی که گفتن مشکل گشای ما پروردگار ما خداونده، نگفتن علیه، نگفتن پیر، پاتال، قلندر، صوفی، درویشه، ربنا الله ثم استقاموا، پروردگار ما خداونده، دوباره مستقیم شدن بر این. بر چون کسانی تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه برشون نازل میشه در وقت وفات، الا تخافوا ولا تحزنوا، و در قیامت نترسید و غمگین نشوید. خداوند عظیمی که انسان مستقیم و کسی را که مقید به شرع خدا بوده، خداوند ما و شما را از اینا قرار بده، وعده سعادت میده، وعده خوشبختی میده. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه. کسی که عمل نیک انجام بده، اعمال نیک فطرت اونو میدونه عموما و شرع مشخص ترش کرده، هر آنچه که سنته، هر آنچه را که پیغمبر انجام داده عمل نیکه، هر آنچه را که انجام نداده و برخلاف قواعد دینه بدعته. همه مذاهب بدعت، اهل بدعت و ضلالت، از امام تراشی گرفته تا ولایت تراشی، همه اینها خدا را با بدعت عبادت میکنند، مثل یهود و نصارا. در صورتی که عمل نیک اونه که موافق شرع باشه. من عمل صالحا، هر کسی که عمل نیک انجام بده، از زن و مرد، و هو مؤمن، ایمان داره، یکتاپرسته، موحده، خداشناسه، از قبر مشکل گشایی نمیکنه، مشکلشو پیش خداوند مطرح میکنه. فلنحینه حیاتا طیبه، ما او رو در این زندگی خوبی بهش میدیم. قول ثابت اینه، وعده خداوند به زندگی خوب، وعده خداوند به سعادت، وعده خداوند به توفیق، وعده خداوند به پیروزی. این قول ثابته. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قول ثابت قول خداونده، بلکه خداوند ازلی و ابدی است. کل شیء هالک الا وجهه، همه چیز هلاک میشه، نابود میشه جز ذات خداوند. همچون در سوره قصص جزئی از آیه 88 میخونیم. پس استوارترین چیز قول خداونده. هیچ چیزی در این کائنات استوارتر، محکمتر، پابرجاتر، ثابتتر از قول خداوند نیست که هیچ کدام از شرکیات و کفریات و عقاید اساس امام تراشان درش نیست. اما انسان ها چه به نام دین چه به نام غیر دین اقوال زیادی میگن، ادعاهای زیادی میکنن، مکتبهای زیادی میتراشن. تازه خوبم باشه این اقوال مرتبط به خودشه،
انسان رفت اقوالش هم میره، لیکن خداوند زنده. تنها ذاتی که زندگی دائمی داره خداونده. پیغمبران میمیرند، شهیدان میمیرند، همه میمیرند، لیکن خداوند زندگیش دائمیه. ولذا سخنش، کلامش ثابته، وعدهش استواره، وعیدش همچنین. هر چیزی که در کتابش فرموده ثابته. چی باعث میشه که مؤمن مطمئن بشه؟ بلکه با ثوابت سر و کار داره، با متغیرات سر و کار نداره، با خداوند سر و کار داره. احساسات مشرک رو نگاه کنید، کافر رو نگاه کنید، همش نگرانیه. بلکه با هر چی سر و کار داره مثل خودش ناپایداره. ولذا هر روز یه بدعت میتراشن، هر روز یه بت جدید میتراشن، چه به نام دین چه به نام دنیا. یه شخصی سرنوشت رو به یک انسان مرتبط میکنه، به یک کتابی که خودش نوشته یا دیگران نوشتن، چه بسا این کتاب منتشر بشه، چه بسا مورد قبول بشه، چه بسا اصلا منتشر نشه، یا کتاب دیگری بیاد اینو به اصطلاح از میدان خارج کنه. اما مؤمن سرنوشتش مرتبط به کلام خداونده. قرآن ثابته، وعدهش صحیحه، وعیدش هم صحیحه، قوانینش صحیحه. ولذا در بعضی از آثار اومده که پیامبر خدا میفرماند که قاری قرآن غمگین نمیشه. انسانی که با قرآن سر و کار داره با اشیاء ثابت سر و کار داره، در هر مکانی، در هر زمانی، در هر جامعه‌ای، در هر محیطی، در هر شرایطی، در هر عمری. وعده قرآن ثابته، وعیدش ثابته، قوانینش ثابته، کلماتش همچنین. قابل تعدیل نیست، قابل تغییر نیست، قابل تعطیل هم نیست. اگرچه امام تراشان بسی کوشش کردند، لیکن کوشششون به خسارت رفته. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت. خداوند مؤمنان را بر قول ثابت استوار نگه می‌داره. مثلا در جای خداوند فرمود یمحق الله الربا، خداوند ربا رو نابود میکنه، ریسمان رو باز میکنه، ربا خور تکون میخوره، لیکن یک بارگه میگردش. و یربی الصدقات، یمحق الله الربا و یربی الصدقات. ربا رو نابود میکنه که صدقه ها رو پرورش میده. یعنی که و ان الله لا یهدی کید الخائنین، خداوند کید خائنان رو هدایت نمیکنه، نابودشون میکنه. این سخن خداونده. هر خیانتی رستگار نمیشه، صاحبش رستگار نمیشه. و ان الله لا یهدی کید الخائنین، خداوند کید خائنان رو رهنمون نمیشه. هر بدی که هر کسی بکنه به خودش باز میکرده. چه مکن مکن که خود افتی، بد مکن که خود بینی. هر خیانتی به صاحبش باز میگرده، هر مکری، هر توطئه‌ای به صاحبش باز میگرده. و یمکرون و یمکر الله والله خیر الماکرین. اونا مکر میکنند و خداوند هم در مقابل برشون مکر میکنه و خداوند بهترین چاره سازه. یخادعون الله و هو خادعهم. اونها سعی میکنند که خدا رو فریب بدن که خدا فریبشون میده، یعنی فریب خودشون به خودشون باز میگرده. سخن خداوند ثابته. یوم لا ینفع مال ولا بنون، در اون روز که هیچ مال و فرزندی به درد نمیخوره. چی به درد میخوره؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسی که با قلب سلیم پیش خدا بیاد، با قلب سالم، همچون در سوره شعراء است. و قلب سالم جز با توحید ممکن نیست. اگر دارای قلب سالمی بودید با عقیده درست، با عقیده توحیدی که قلب سالم نگه می‌داره، خوش به حالید. ولذا عقاید موروثی خودتون رو، عقاید آبا و اجدادی خودتون را با قرآن مقایسه کنید. اون چی که موافق بگیرید،
اون چی که موافق نیست بندازید دور، قرآن رو به چنگ میزنید. همه قرآن رو بخونید، چه قوانین ثابتی داره، قطعی و دلاله. ولذا یکی از اسباب سعادت و خوشبختی مؤمن اینه که با کلام خالق این هستی سر و کار داره و آفریدگار این هستی سخنش قطعیه، حق ثابته. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت. وقتی خداوند به وعده زندگی شادمان و سعادتمند میده، هیچ شرایطی نمیتونه اونو معطل کنه. فقط ارتباط خودتو با خدا درست کن. مهم اینجاست. هیچ شرایطی، هیچ بحرانی، هیچ فرعونی نمیتونه سخن خدا را عوض کنه. ولذا پیامبر اکرم علیه السلام میفرماد که لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد. این حدیث قدسیه که خداوند میفرماید اگر اولین شما و آخرین شما و انس شما و جن شما همتون در یک میدان باشید، در یک صحرا باشید و هر چی میخواید از من سوال کنید و هر انسانی رو که هر چی آرزو کرده، هر چی سوال کرده من پاسخ بدم، از مملکت من چیزی کم نمیشه مگر اینکه سوزنی را بر اقیانوسی بزنید و بیاریدش بیرون. از اقیانوس چه کم میشه؟ از دریا چه کم میشه؟ این حدیث صحیح مسلمه. یا عبادی انما هی اعمالکم احصیها لکم. ای بندگان من، اینا اعمال شماست، این اعمال شما رو من میشمارم، بعد به شما پاداش میدم. هر کسی خیری دید حمد خدا بکنه، هر کسی غیر از اون دید فلا یلومن الا نفسه، جز خودش را سرزنش نکنه. این حدیث صحیح مسلمه که بعد از بخاری صحیح ترین کتاب در اسلامه. از ابو ذر رضی الله تعالی عنه روایته که همچون که ایشون از حضرت ابن عباس روایت میکنن، یا حدیث اولی از ابو ذر، حدیث دومی از ابن عباسه، اینی که عرض خواهم کرد وعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. اگر همه مردم، همه امت جمع بشه که به سودی برسونند، به سودی نخواهند رسوند مگر اون چرا که خدا نوشته باشه. ولذا در سوره فاطر خوندیم ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده. در رحمتی را که خدا بگشایه هیچ کسی باز نمیتونه بکنه، نمیتونه ببنده، و اون چرا که ببنده هیچ کسی نمیتونه باز کنه. یا در سوره رعد میخونیم و اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. اگر خداوند بر یک قومی بدی را در نظر بگیره هیچ بازگشت نداره. ورزا بنده خاص خدا باش و میندیش ز کس. سخن ثابت اینه، قرآن همش ثابته. با قوانین قرآنی سر و کار داشته باش، با آیات قرآن سر و کار داشته باش. دجالانی چون خمینی که میگن قرآن قابل فهم نیست حرفاشون بذار زیر پات. با قرآن که سر کار داشته باشی خودت راحت میشید و دیگران هم راحت میکنید. دیگه پریشانی ازش دور میشه، نه غمی خواهید داشت، نه کینه ای، نه خوفی، نه ترسی. خداوند بزرگ بهت وعده داده. خداوند آسمان ها و زمین، آفریدگار هستی، بهت وعده پیروزی داده، وعده تایید داده. و کذالک ننجی المؤمنین. این چنین ما از مؤمنان رو نجات میدیم. یا در سوره حج جزئی از آیه 38 ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خداوند از کسانی که ایمان آوردن پشتیبانی میکنه، دفاع میکنه. این سخن ثابته.
ان الله یدافع عن الذین آمنوا. قرآن رو روزانه بخونید، حتی اگر یک صفحه هم شده. بارها عرض کردم حتی بذارید قرآن رو در نماز جلوتون بخونیدش، در نماز نوافل، فرائض، از رو بخونید. با قرآن سر و کار داشته باشید. قرآن کتاب ثابتیه، همه وعده هاش و وعیدهاش واقع شده و میشه. هیچ وعده ای نیست مگر اینکه انجام شده، وعیدش هم چنین. سر و کار داشتن با قرآن سر کار داشتن با ثوابت هستی است. اما قول بشر ممکنه درست باشه، ممکنه باطل باشه. ولذا شیطان میگه که ان در روز قیامت ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم. خداوند به شما وعده حق داده بود، من به شما رو وعده دادم و خلف وعده کردم. در روز قیامت بزرگان دنیوی، اینهایی که فرعنت کردند، خامنه‌ای ها، خمینی ها، شاهان، اینهایی که مردم رو پیرو اهواء خود کردند، پیروانشون میگن انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. ما پیرو شما بودیم، ما ولایت شما رو داشتیم، ولایت مطلقه درست کرده بودید، ما مقلد شما بودیم، مقلدی مرجع و مرجع بودیم. آیا امروز از عذاب خدا اندکی از سر ما میتونی بردارید؟ نه، بلکه حرفشون باطله، اعتقاداتشون باطله، ارزشاشون باطله، افکارشون باطله، مذهبشون باطله، هیچ ربطی به اهل بیت نداره. اهل بیت علیهم السلام همشون اهل سنت و جماعت بودن مثل بقیه مسلمان ها. هیچ کدوم از اهل بیت رافضی نبوده، شیعه نبوده، امامی نبوده، امام تراش نبوده، قبر پرست نبوده، 12 امامی نبوده. چرا علی علیه السلام از وضو در قرآن در نهج البلاغه حرف میزنه، از توحید حرف میزنه، از 5 وقت نماز حرف میزنه؟ چرا از امامت دروغینی که بعدها براش درست کردن حرف نمیزنه؟ برای که امامت باطله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين. و ظالمان رو گمراه میکنه. ظالم کسی است که یا بر خویشتن ظلم کرده یا بر دیگران، یا اون چه که موجبات گمراهی بوده عمل کرده. حضرت ابن کثیر از حضرت امام بخاری علیه السلام رضی الله تعالی عنه نقل میکنه که از براء بن عازب رضی الله عنه که حضرت رسول اکرم علیه السلام میفرمود که المسلم اذا سئل في القبر، مؤمن وقتی که در قبر سوال میشه شهادت میده که لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، معبود راستینی مشکل گشایی جز خداوند نیست و محمد رسول خداست. این بر این قول خداوند اونو ثابت قدم نگه میداره. اینو امام مسلم روایت میکنه و دیگران. در حدیث دیگر براء بن عازب میگه که ما با رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای جنازه یکی از شاگردانش یعنی از انصار خارج شدیم و وقتی که به قبر رسیدیم پیامبر صلی الله علیه و سلم نشست و بر حولش ما حلقه زدیم گویا که مرغها بر سرمونه، یعنی با احترام. در دستش چوبی بود، همینجور زمینو میکن، سرشو براند کرد. فرمود که استعیذوا بالله من عذاب القبر، از عذاب قبر به خداوند پناه ببرید. 2 بار یا 3 بار حرف زد. بعدش فرمود که ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره نزل الیه ملائکه من السماء. بنده مؤمن وقتی داره بر دنیا پشت میکنه و اقبال به آخرت میکنه، یعنی وقت سکراتش، وقت جان کندنش، ملائکه از آسمان، فرشتگانی از آسمان به سویش میآیند، داره صورتهای سفید
چهرهشون گویا خورشیده، کفنهایی در دستشون از کفنهای بهشت، از با بوی بهشتی، و در دیدگاهش قرار میگیرن. دوباره فرشته مرگ بر بالا سرش حاضر میشه، میگوید که ایتها النفس الطیبه، ای نفس پاک، به سوی مغفرت خداوند و رضوانش خارج شو. چنان خارج میشه که گویا آبی، قطره آبی از مشک میریزه. وقتی که روحشو میگیرن، بر یک لحظه اونو نمیذارن تا اینکه اونو در کفن بهشتی میذارن، در اون بوی خوب که بهترین مسک دنیا چون این بوی نداره. اونو به سوی آسمان میبرن. بر هر طبقه از آسمان که میرن، فرشتگان میگن که این چه روح پاکی است؟ میگن این فلان فرزند فلانیه. با بهترین اسما او رو میخونن، با بهترین اسمایی که در دنیا خونده شده، تا اینکه به آسمان دنیا میرسن. در آسمان باز میشه و در هر آسمانی مقربان اون آسمان به پیشوازش میآیند تا اینکه به آسمان هفتم میرسه. خداوند میفرماید که اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، خداوند ما و شما را از اینها قرار بده، کتاب بنده‌ام را بر علیین بنویسید و به زمین بازش گردونید. من شما را از اونها از زمین خلق کردم و دوباره شما رو به اونجا باز میگردونم و دوباره از اونجا حشرتون میکنم. دوباره روحش به جسدش باز میگرده در قبر. دو تا فرشته میاد، ازش سوال میکن من ربک، نمیگن من امامک. از امام خبری نیست، از خود امام سوال میکنن پروردگارت کیست؟ میگوید ربی الله، پروردگارم خداونده. ازش دو فرشته ازش میپرسند که ما دینت چیه؟ میگوید دین من اسلامه. نمیگوید تشیعه، نمیگوید عیسی پرستیه، نمیگوید عزیر پرستیه. اون دو فرشته ازش سوال میکنند که این شخصی را که در میانتون مبعوث شده بود کیست؟ میگوید که هو رسول الله، او رسول خداست. باز حرف از رسالته، از امامت حرفی نیست. از افترای امامت خبری نیست. ازش میپرسند که و ما علمک، چطور میدونید؟ از کجا میدونید؟ میگوید که من کتاب خدا رو خوندم. نگفت من کافی رو خوندم، نگفت من رساله عملیه فلان مرجع دجال و کذاب رو خوندم. میگه من کتاب خدا رو خوندم، فآمنت به و صدقت، به کتاب خدا ایمان آوردم و تصدیقش کردم. فینادی منادی من السماء، منادی از آسمان صدا میده که بنده ام راست میگوید. در بهشت براش فرشها قرار بدید و از لباس جنت بپوشانیدش و بابی از جنت رو بر قبرش باز کنید. از بوی بهشت بهترین بوها به قبرش میاد و مردی نیک صورت به سویش میاد با بهترین لباس، با بهترین خوشبویی. بهش میگه که مژده باد با اون چیزی که تو رو خوشحال میکنه. این همون روزی است که وعده داده شده بودید. ازش سوال میکنه تو کی هستید؟ تو صورت خیره. میگوید که من عمل نیکت هستم. این انسان مرده میگوید که ای خدایا قیامت رو برپا کن، ای خدایا قیامت رو برپا کن تا من به خانه و بچه ها خودم بازگردم. این سرانجام انسان نیکه. اما انسان کافر، انسان مشرک، انسان قبر پرست، انسان بشر پرست، انسان عیسی پرست، انسان عزیر پرست، انسان آخوند پرست، انسان خاخام پرست، انسان کشیش پرست،
وقتی که رو به سوی آخرت میکنه و دنیا رو پشت سر میذاره، ادامه حدیثه: نزل الیه من السماء ملائکة سود الوجوه، فرشتگانی سیاه چهره به سویش نازل میشن. بعدش ملک الموت بالا سرش میاد، میگه که ایها النفس الخبیثه، ای نفس خبیث، بیا بیرون به سوی عذاب خداوند، انتقام خداوند. و چنان از نفسش خارج میشه که گویا پشمهای خیسی رو با یک آهن میارن بیرون و در این کفنهای سیاهش و بدترین بویی که در زمین باشه روحش رو میبرن. هر فرشته که سوال ازش رد میشن سوال میکنن این روح خبیث چیه؟ میگن فلانی ابن فلانی و بدترین اسماش صداش میکنن تا اینکه به آسمان دنیا میرسه. در آسمان بهش باز نمیشه. بعد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این حدیث خوند: لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يرج الجمل في سم الخياط. در آسمان بهش باز نمیشه و وارد بهش نمیشن مگر اینکه یک شتر وارد سوراخ سوزان بشه، یعنی محاله. خداوند میفرماید که کتابش را در سجین بنویسید، در پایین‌ترین طبقه زمین روحش دور انداخته میشه. و بعد این آیه رو خوند: و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الريح فی مکان صحیح. کسی که به خداوند شرک بورزه، کفر بورزه، یا علی بگه، یا نبی بگه، یا گیلانی بگه، یا شیخ و قطب و پیر و پاتال بگه، گویا که از آسمان چنان انداخته میشه که برگ ها اونو بخورند یا در مکان دوری پرت پلا بشه. روحش به جسدش میاد و دو فرشته در پهلوش ازش سوال میکنند: پروردگارت کیست؟ میگه آه آه نمیدونم. دینت چیه؟ میگه آه آه نمیدونم. این شخصی که در میان شما برانگیخته شد کیه؟ میگه آه آه نمیدونم. منادی از آسمان صدا میده که جهنم براش آماده کنید. بابی از جهنم در قبرش باز میشه که از گرماش و از بدبویش به سراغش میاد و چنان عذاب میشه که رگهاش به هم دیگه میغلطه. شخصی بد صورت به سراغش میاد، بد صورت و بد لباس و بد بو. میگه که بهت مژده باد به اون روزی که وعده داده شده بود. ازش سوال میکنه که تو چهره شره، تو که هستید؟ میگه من عمل خبیثت هستم. میگه خدای قیامت رو برپا نکن. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.